مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. سلام و درود بیننده های عزیز، السلام علیکم تماشابینان ما. امروز ما در دهه اهالی که عزیز و عظیم هستیم. برای تبریک کردن به خانواده شادروان محسن نمک آمدیم. امروز مادر عزیز و غمخوار عزیز خاله جشن زادروز دارند. امروز تبریکات را از نام فرزندان عزیزشان تیار کردیم. از نام امینکه، از نام ریحان آیتی، رخشان آیتی، روخنگز آیتی، از نام منیر آیتی کلیم پاشا، نبیره های عزیزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه جشن زادروز عزیز خاله را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتید. اگر درد کند جانم فقط مهمانان عزیز، مهمانان خانواده شادروان محسن نمک و مهمانان عزیز خاله، همه شما را به جشن زادروز به روز تولد، به روز میلاد عمر عزیز خاله خوش آمدیدتان میگوییم. قدمهایتان را نور دیده تاج بر سر میخوانیم. البته این اشک شادی است که اینقدر مهربانی، اینقدر مهنت ها البته ثمرش را دیده ایستادند. حالا باشد میخواستیم در زیر قرصک های شما و خوشی و خرسندی مادر عزیز را، عزیز خاله را به نزد ما تکلیف کنیم، برایشان یک قرصک زنیم. مرحمت. شکر میگویم برای هستی شما عزیزان خاله، شکر میگویم برای بودنتان. زادروزتان مبارک باشد. گفتم صد افسوس و هزار افسوس که پدرمان نیستند. ما آرزو داشتیم، راستی همراهی دخترها، همراهی کریم پاشا صحبت کردیم. گفتم ما آرزو داشتیم جشن زادروز پدر را جشن گرفتن، نیک بیمار بودن و خسته بودن امکان نیافتیم که زود ما را پدرود گفتن، ما را ترک کردن. خدا کند که به عمر مادرم خداوند کریم عمر همراه کند و در سری ما صحت سلامت گردند و همیشه سایبان سری ما باشند. دوست می‌داریم شما، زادروزشان مبارک باشد.
بعد از گذشتن پدرم به جای پدر شدن، به جای مادر شدند و تا حاضر در سر ما سایبان هستند. خوردی ها ما را یاد کنیم اگر میدگی ها ما برای ما فقط مهنت کردند. مادر مهنتی من، مادر غمگسار و غم دیده و مهربانی من زادروز دارد. خدا کند که 120 ساله شود. همه ای ما رو با مهنت های حلالشان ما خودی ما زنده گواه هستیم که تا دمی پیری فقط مهنت کردن، مهنت های حلال. گفتن دوست می‌داره، همیشه صحت سلامت گردد. شما را از نام امینکه، از نام ریحان آیتی، از نام رخشان آیتی، رخ انگیز آیتی، از نام منیر آیتی کلیم پاشا، از نام نبیره های عزیز تبریک میگویم. برای مادرم چقدر سخن گوید کم است. مادر این فرشته بوده است. مادر در خاندان هر صبحی سحر از آفتاب بر وقت میخیزد و برای ما سایبان است. رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد. رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد. سیم و زر را برکشیدم قیمتی مادر نشد. آنچه خوردم هر لذیذ در تمام عمر خود. لذتی شیری سفیدش قیمتی طلا نشد. 100,000 صوت و سازی جمع کردن آنقدر هیچ نوای فارم چون علیه مادر نشد. ما مایده بودیم از خالم فرزندان میگویند جشن زادروز مادر من همه کسی در سر همین صرفه جمع میشدیم، گلیم ها رو میپرتافتم. همان روز که اولین روز 1 ایول بود و همه خیش و تبار جمع میشدن، ما زادروزی مادر من جشن میگرفتیم. امروز باشد در دل و دیده ما جای پدر خالی است. خدا کند که با عمر مادرم عمر زیاد همراه کند و در سر ما حاجیانه شوند و همیشه صحت سلامت گردند. زادروزشان مبارک باشد. امروز باشد میخواستیم برایتان سخنهای نیک را و همراه آن باشد تحفه های ارزنده را رسانیم. سر اول مانند خودتان البته آغوشتان پر از زیبایی شود گفته گلدسته را تقدیم میکنیم. بر همه زادروز مبارک باشد. بار دیگر زادروز مبارک باشد. برای از دخل زادروز را مبارکباد می‌گویم.
مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم مهری پنهانی دلم را من چی خیلی آشکار کنم گر متا توفه بگیرم شود آن به نشان دسته گل هدیه سازم تیز میگردد خزان پس چرا در روزی زادروز توفه بینمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. از خدا امروز آن مهنت هایی که چندین ساله مهنت سیاه و مهنت حلال کردید ثمرش را دیده ایستادید. سلام بادا با مانند شما زنها که شب و روز فقط مهنتی حلال کردید برای فرزندان خوشبخت زندگی کردنشان و همه کار دنیا تیار بودید. خدا کند که فقط حضور حلاوت فرزند و نبیره ها را دیده گشتن نصیب کند. در چشمانتان فقط اشک شادی باشد و میخواستیم با یک نیت های نیک که در روی دنیا اصلا کتاب قیمت بهاترین در این کاشانه زیبای امینکم البته حج آشی ها حاجیانه شده آمدن برای شما نصیب کند گفته در اینجا کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن را تیار کردیم. مرحمت پیشکش میکنیم زادروز مبارک باشد. مرحمت. و البته از مسافرت همراه ریحانایتی صحبت کردیم. امروز از من دیده خوشبخت‌تر دو خواهرم کریم پاشا هستند، برادرم هستند که مادر عزیزم را آغوش کرده تبریک کرده میتوانند. من باشد از مسافرت ایستاده هر چیزی که کنم برایشان کم است. خواستم در این روز خرسندیشان البته تحفه های زر و زیور دنیا را برایشان هدیه سازم، کم است. مادر مهربان و غمگسار من همیشه صحت سلامت گردن برای من بخت و تخت و دولت است و البته برایشان تحفه داریم کمی دشوارهای طلا. مرحمت ریحانایتی خودتان برایشان تقدیم کنید. زادروزشان مبارک باشد. مرحمت. سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر، همه سختی ها بگذشت بعدش بازم برا مادر. توی تنها امیدی من، توی راهی سفیدی من، رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر. رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر. سحر بدی نمازی دادم درگاهی خدا زاری نمودم. سحر بدی نمازی پام دادم. و البته در اینجا عکس های زیبا و خاطرمان داریم. شادروان حسین نمک را همراه یک عکس زیبا را تیار کردیم از نام نبیره های عزیزتان پیشکش میکنید. مرحمت تقدیم میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. نگهدار مادران را، همین از آرزوها امیدم. روان گشتی به بازار رسیدی، گلدسته ها را قبول کنید از نام نبیره ها. مرحمت. لباس زر و زیور و یاری خود خریدی، گرفتی بهری فرزندت لباس زر و زیور و یاری خود خریدی. مگر کردی فراموش برادر، برای مادرت چیزی نبودی. چرا کردی فراموش برادر، برای مادرت چیزی نبودی. از در دعا هم مادرم، ناری پناه هم مادرم، مرموسی پا هم مادرم. در جای امینکای رو قسم با قوت درست ایسته شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослее. Лицам собираются все друзья,
از مسافرت میخواهند فرزندشان تبریک گویند. مبارک شد. البته سخنهای تبریکاتی را میشنویم. از مسافرت ریحان آیتی میخواهند مادر عزیز را تبریک گویند. مرحمت ریحان آیتی. مادر خوش آمده. مادر دادا جون بیجونی من بیجون ایرایم سنس اولا شده در سرقای مناسب آمده کرده هیچ وقت خطا نشده. این آرزی نیت داره نیت حکم برسه. مادر جونی من یاد کردم تو من گفته که من شعر میخونم. کنی شعر رو رحمت و نبیره ها کنی نبیره ها کدامشان سر میکنن؟ مرحمت. امروز در اشتینی آنم صد بدره سرکان پس ساخ گردن علم چی نیت دارن نیتاشون برسن ارزاشون برسن هیچ وقت سرکان پس ساخ گردن هیچ وقت کسل نشم یک شعری زیبا میخونن. دعالر قلدینگیز اقبالم حلای دیدیز باشم نه وقتم نه اتشمگه اوزینگی سبب رحمتیز که آنه جامع دنیا بشمدینگیز اوت کسیب امور uykularda keçip ut kasip huzur borliğiz uçun Allah'a şükür rahmetizge ona canım. Şuma da tebrik mekunum. Mehri derya soyligim bahası yok boyligim hammadan chiroyligim onam mani jon onam. Jon sad badre tebrik mekunum tuna. Ama vaqt sog' salomat garde sarakomon ba hech vaqt kasal nashave در دو غمان نبینه مونا میتا کلون کده باید برسنده شما به رحمت دادم کتیف دادم آنجا یکشون جنت بشوه بی چی نیت باشوشه نیتتون برسه الهیم سرکان با ساق سالات باشه الهیم ساعت بدرویه چی نیت فکریم نیتتون برسه لیل دردتون با چی نیت فکریم نیتتون برسه حسال نشه به الهیم سرکان با ساق سالات کرده گواه که دادم شاد شود جویشون جنت شود بر بی دادم شما همیشه تبریک رفتگی هم بدون اومان حیل زیق نشوی نخشنه رحمتی کلون آقا جانی خاندان مرحمت نرزالات آقا مرحمت. خواهر جان تو بوی مادر ببین اینا 120 ساله شوید سری کودکان صاف سلامت باشید همه یکاشون این دو روتی هستیم خودت تا ایجاد کن خواهر جان حتی بر بیر بوی مادر میبید. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده به درگاهی در یکم بی یکم بیلک صد ساله شود در یک با جایکشون جنت میشود چی نیتکاشون باشه نیتکاشون برسن. السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمده به درگاه ما. من امروز صد روزی بیملا سر سلامت کرده زندگی دارم زندگی را دوست دارم برای مادرم از برای اینکه مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگاه دار مادرم من با بینم درد و غم لیک نبیند مادرم باید برسد ساله شوه بیمرو. رحمت. من امروز باید سخنهای همه را شنوم بود اکنون از همه شنویم همه گریه میکنند. ما باید نباز رو با خورسندی بینیم با خورسندی رو میاریم همراه عشق شادی باشد و خورسندی باشد. دعوت را کلینی خاندان. السلام علیکم شما نه است یک تا تبریک کنیم کنی شعر خوانده فقط همه خاندانه انیکدوت بیادم بینش آتیملا تبریک میکنم. السلام علیکم صد بدره حضور و حلاوت نمریکات را بینه کوشه هم میکاشم کتی ساک و سلامت گرده سری او کاتون با سری مامان با ساک و سلامت گرده آتیملا روزای نهز بینیم با این پیشم مایل سلامت باشه هم میکاتون چی نیتایی داره نیتکاتون براسته هم میکاتون رحمتی کلو هم مشبه. رحمت مرحمت مبارک باشد.
باشد اول رو برعکس بدیم. مرحمت صورتهای شوخ برای شمایان.
یکدم پرویم بشی از لبان بوسه بیده دلی مرا بوسه مده آیان من بیدار من ای نگاری نازنین وای نگاری نازنین یکدم پرویم بشی یکدم پرویم بشی از لبان بوسه بیده دلی مرا بوسه مده آیان من بیدار من اینک بیننده های عزیز، امروز ما در لحظه های خرسندی مادر عزیز خاندان عزیزه خاله را در جشن زادروزشان تبریک کرده این لحظه های خرسندی شادیانه را نیز همراه شما عزیزان با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید و خود را احتیاط کنید. در روزهای خرسندی دیده به دیده رسیدن نصیب کند. سلامت باشید.